شروع کردیم. حالا در جدول مسابقه استقلال در زین اول است با کسب 13 امتیاز. ما شما باشد حالا اکنون فوتبال بازی دسته اوسیلوت روی اکران‌های ما شما پیدا می‌شود که چنین است. در خط دروازه رقم خورشید بک نظرов، 23 ساموئل اوفوری، 24 بورتا جوزف اکومادی، سرمربی دسته اوسیلوت امین سوپانی متخصصی ایرانی است. دیگر بازیگران رقم 15 امیر فرهاد، رقم 21 عبدالجلیل میدان شروع شود. با بازیگران دسته استراوشان از مرکزی فرصت پیدا می شود برای دسته اوسیلوت. باید متوجه بشیم جوزف اکومادی امکانی زدن ضربه هست و اندک بلند با جانب دسته اوسیلوت بود، اما تنها یک گل زدن و نتوانستند که از باخت خود را نجات بدهند. هجوم دسته اوسیلوت توسط کنار راست میدان اسلام با توپ است. فرصت پیدا می شود، اکنون ضربه هم زده می شود از جانب اسلام زایروف. فرصت برای دسته اوسیلوت پیدا می شود، امکانی زدن ضربه هست، ضربه هم زده می شود و سیف اولیاز حالا اینجا اکنون حساب شده می شود. تماشابینان عزیز از جانب جوزف اکومادی از جانب بازیگر دسته اوسیلوت و خود توانستند که گل زنند بازیگران دسته اوسیلوت. ببینید که چگونه اینجا فرصت پیدا می شود و باز هم اینجا سلطان بک فوزیلوف پرتابی و به داخل جریمه و داشته میگیرد. ضربه مستقیم زده می شود و چگونه یک فرصتی خوبه بود. هجوم دسته اوسیلوت امکانیت هست، ضربه زده می شود و پهلوتر از دروازه اکنون سردار بک پسیو به هم دسته خود اگر کارت سرخ منظرов باز پس گرفته نمیشد تماشابینان عزیز، پس برای دسته استراوشان دشوار میشد بازی در ادامه. فرصت هست، ضربه سردار بک و گل تماشابینان عزیز حساب 1-1 می شود، اما اینجا داوری کناری فکر میکنم بیرقچه خود را بالا میبردارد و باید متوجه میشیم که اینجا برای چی گلی زده ای. در همین فرصت به نظر رسید که سردار بک در حالت نوبازی است، اما گل به نوبت گرفته می شود تماشابینان عزیز. حساب 1-1 می شود و قاسیموف ضربه از همین مسافت زده می شود و پهلوتر از دروازه توپ بسیار سرعتی بلند دارد میگذارد از دفاعگر دسته استراوشان. ضربه او و اینجا باید توپ نظام در اختیار استراوشانی است. باید متوجه میشیم پرتاب به داخل جریمه و اینجا بلندتر اکنون سردار بک سعیدوف ایلام جان براتو فرصت پیدا می شود برای دسته استراوشان. ضربه براتو اینجا این بازیگر به شما خواهم گفت. فرصت هست برای دسته اوسیلوت توسط کنار چپ اسلام زایروف. اینجا زایروف به شرط را در اختیار خویش نگاه می‌دارد پرتابی و به داخل جریمه اما کسی بسته است و او پس به سمت سفاروف. پس دیگر برای به سردار بک. فرصت هست برای دسته استراوشان و در همین فرصت ایلهام جان براتوف چگونه استفاده برده نمیتواند بازی کرده است و مخصوصا بسیار هم خوب هنرنمایی دارد در استراوشان. در همین گونه فرصت ها با چست و چلاکی خویش سردار بک سعیدوف برای دسته استراوشان ایلهام جان براتوف پسی به کنار راست میدان. امکانیت هست برای دسته استراوشان، پرتاب انجام داده بشود، یک ضربه دیگر و پالوتر از استراوشان فشار آورده است. سردار بک با توپ اصلا سردار بک پسیو فرصت دیگر برای ایلهام جان براتوف و باز هم اکنون موفق نگردید. یک پیو کپاوا فرصت پیدا می شود برای دسته اوسیلوت. ضربه و تو به تیر دروازه برمیخورد. چگونه فرصت بود برای کرده موفق می شود یا نه. فرصتی دیگر برای دسته اوسیلوت و تمام. نصرالله کبیر صدوشکش را از انجام بازی دور ششم دسته اوسیلوت و استراوشان برال میکند از هیئت اکنون در جدول مسابقه دستات در موقع خویش باقی میمانند. مباشرت همینجا در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه گزارش مستقیم شما انجام میرسونیم تا هنوز اوسیلوت و استراوشان در لیگ اولی در موسم سال غلبه ندارند. خیر.